برگزاری شام‌های بوکس در شهر دوشنبه به حکم عنعنه درآمده است و امروز هشتمین شام بوکس شهر دوشنبه برگزار می شود و مخلصان ورزش تاجیک انبوه و توده به قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی حضور پیدا می‌کنند تا ورزشگران تاجیک و عموما اشتراکچیان این مسابقه را دستگیری کنند. در عموم باشد توجه مخلصان ورزش تاجیک بیشتر به دو نبرد خواهد بود که در آن دولت بولتایف و بهادر عثمانوف نامآوران بوکس تاجیک اشتراک خواهند کرد و با تشریف و حضور انبوه مخلصان میتوان گفت که این شام بوکس در شهر دوشنبه به بزم بوکس شهر دوشنبه تبدیل خواهد شد. این شام شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان حال و هوای دیگری دارد. زیرا ورزش دوستداران تاجیک امکان دارند شاهد باز یک مسابقه باشکوهی بین المللی گردند. قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی میزبان شام باکس خواهد شد و مخلصان ورزش انتظار شام خاصی هستند. زیرا مشتزنان قوی از 8 کشور و از قاره‌های گوناگون جهان قرار است هنر و مهارت خود را به نمایش گذارند. مخلصان خرد و بزرگ و زن و مرد از سایر نقاط کشور برای دستگیری مشتزنان کشور آمدند. ذوقمندی جوانان است برای مخلصی ورزشگران تاجیک می باشد و ما همه کوشش میکنیم که به مخلصی ورزشگران تاجیک بیاریم. دولت بولتایف، بهادر عثمانوف و دیگرها هستند که از دولت بولتایف که یکی از جایزه‌داران بازی‌های المپیک است مخلصی آمده. من آمدم که ورزشگران تاجیکستان را دستگیری کنم، مخصوصا دولت بولتایف مخلص می باشم، آن را برای دستگیری کردن آمدم. در هر صورت انتظار می رود این شام برای عرصه مشتزنی تاجیک شام خاصی باشد و در تاریخ ورزشی کشورمان به ثبت خواهد رسید. زیرا مشتزنان نامآور و مخلصان اشدی تاجیک امشب در همین قصر با حشمت ورزشی حضور پیدا می کنند. برای آنکه هشتمین شام بوکس اساتسیاسیون بین المللی بوکس در شهر دوشنبه را مخلصان از خانه و سایر نقاط جهان هم تماشا کنند، ده‌ها متخصصان دیگر پشت صحنه و در استودیوی سیار تلویزیونی دست به کار شدند. گروه کارگردانان، نواربرداران و صدابرداران و نیز هیئت تکنیکی در جایهای خود ساعتها قبل همه سنجش‌های لازم را پیش از آغاز مسابقه انجام می‌دهند. مهم این است که هیچ جزئیاتی از شام بوکس دوشنبه نادیده نماند و آنچه برای مخلص نمایش داده می شود به بهترین شکل باشد. ساعتها قبل تالاری با حشمت قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی شهر دوشنبه پر از مخلصان خارجی و داخلی هستند که انتظار این شام بوکس به یاد ماندنی می باشند. مخلصان از قشرهای گوناگون جامعه کشور در تالار حضور داشته از جمله ورزشگران رشته‌های گوناگون نیز برای دستگیری مشتزنان تاجیک آمدند. به خصوص آنهایی که در قله‌های بلندترین ورزشی بودند مخلصان اشدی ورزش هم هستند و حضورشان در میدان برای رشد ورزش در آینده بسیار مهم ارزیابی می شود. زیرا آنها نمونه‌های عبرت برای نسل نوی ورزشگران کشور محسوب می شوند. با تشبث رئیس محبوب شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه مسابقه بین المللی شام بوکس برگزار شده ایستاده است و خوشبختانه در این شام ما را ورزشگران تاجیک برآمد میکنند و من همچون پرچمبردار ملت آمدم که تا آنها را مخلصی کنیم و امروز خوشبختانه تمام مردم سربلند تاجیکستان ورزشگران با ننگ و ناموس این ملت را پیگیری و مخلصی میکنند و ما نیز بر 4 مشتزن تاجیک که امروز نبرد دارند پیروزی تمنا داریم و خیلی که در بازی‌های المپیک همصفان ما دولت بولتایف و بهادر عثمانوف بودند که آنها برادر من میباشند و آنها را نیز مخلصی میکنیم، پیگیری میکنیم. هدف بلند برداشتن پرچم تاجیکستان عزیز است. این یک اقدام بهترین است برای رویه ورزشکاران را بلند کردن. امروز جهان ما را میشناسد، میداند، نه تنها از حساب آبادی و آزادی بلکه از حساب همون تجربه بلند ورزشکاران ما. برای همین ما همچون یک متخصص همین ساحه خیلی شاد هستیم. همین طور لحظه های دیر انتظار فرا رسیده همه چیز آماده است.
الکساندر زاگورسکی برنده مشهوری مسابقه ورزشی شام باکس دوشنبه را آغاز بخشید. امروز در شهر دوشنبه مشتزنان قوی از کشورهای تاجیکستان، روسیه، مکزیک، نیگریا، آذربایجان، گرجستان، کامرون و نمیبیا آمدند تا زور و توان خود را بسنجند و به نمایش گذارند و مخلصان جمع آمده در تالار را شاد و مسرور گردانند. با شعار میدان از دلیر است رقابت‌های شام باکس دوشنبه آغاز گردیدند و اولین شده به میدان مشتزنان ولادیمیر میرنچیکوف از روسیه و کوتوندوک و والتر از کشور نمیبیا برآمدند. والتر در کارنامه خود 19 پیروزی و 2 شکست دارد که از آن 18 تایش را با نکاوت به انجام رسانیده است. ورزشکار روس باشد 5 پیروزی داشته بدون شکست تا اینجا آمده است و جایزه دار چمپیونات جهان در سال 2021 می باشد. این دو نفر در وزن 76 از 2 کیلوگرم با هم نیرو سنجیده 8 دوره پر رقابتی آنها ادامه یافت. ورزشکاران نام برده نه برای کمربند قهرمانی بلکه برای کسب امتیاز در رده‌بندی مشتزنان در چارچوب اساتید بین‌المللی باکس با هم در نبرد شدند. در جریان این نیروسنجی ورزشکار روس ضربه‌های دقیق‌تر داشت و نسبت به مشتزن نمیبیا فعالتر هم بود. در نهایت با حکم یک دلانه داوران مسابقه ورزشکار روس غالب اعلام گردید. دیدار دوم باشد از جمله رقابت‌های مهم این شام باکس بود. Встречайте, Хосе Мигель Боррега! Fatim Hitman Musayev! بورگا 22 پیروزی و 4 شکست در کارنامه‌اش داشته قهرمان ABA کانتیننتال می باشد. وادیم 32 ساله هم 12 پیروزی داشته هنوز شکست نخورده است و فینالیست چمپیونات جهان در سال 2021 نیز هست. همانطور که انتظار می رفت رقابتی که برای کمربند قهرمانی صورت می گیرد پرشدت‌تر صورت گرفته در دورهای بیشتر یعنی 10 دور برگزار شد. رقابت دیدنی صورت گرفته بورگا همیشه تلاش می کرد با مشتزنی از نزدیک به وادیم فشار آورد و رقابت را تحت اداره خود بگیرد، اما وادیم توانست در یک نبرد بسیار پرشدت از عهده فشار بورگا برآید و خود در ضد حمله ها از رقیبش امتیاز کسب نماید. همینطور در نهایت هر سه داوری میدان با حسابهای 97-93 پیروزی را نصیب وادیم موسایف از کشور روسیه دانستند و کمربند قهرمانی نصیب این مشتزنی روس گردید. موسایف خود این نبرد را بسیار دشوار دانست زیرا رقیبش به قول او قوی بود و از مخلصان تاجیک به خاطر دستگیری پرشورشان قدردانی نمود. Я первый раз в Таджикистане. Хочу спасибо сказать всему городу. Турнир на высшем уровне. Публика. Сами видели, как болеете, как за своего. Мне очень приятно здесь находиться. Хочу еще раз сюда приехать. Все гостеприимные, даже просто в гости побывать. Мне очень здесь понравилось. Бой прошел, как мы ожидали. Соперник сильный, всегда напористый, идет. Я так рассчитывал на все 10 раундов. Чуть-чуть по подготовке с соперником, таких как он, у меня не было. А он такой прущий, как бы хороший соперник. Спасибо ему за бой, без него такого боя не было. В принципе, боем, не прям доволен, но нормально. Будем стараться лучше. Есть куда расти, как подниматься. Я здесь вижу от 5, от 3, от 4 лет всех мальчишек. Это мне очень нравится. У нас, например, не так много людей ходит, как вот здесь я увидел полную трибуну. Смотрите, как болеют. Это очень приятно. Молодое поколение растет, смотрит на нас, занимается спортом. Мне очень приятно видеть таких детей и таких родителей. رقابت سیوم با رقص آغاز گردید و مشتزن کشور نیگریا سولومون ادیبایو با روش خاص خودش وارد میدان شد. البته این رقابتی بود که مخلصان تاجیک سخت در انتظارش بودند، زیرا در آن مشتزن نام آور تاجیک و صاحب مدال برنجی بازی‌های المپیک پاریژ 2024 دولت بولتایف برای کمربند قهرمانی اساتید بین‌المللی باکس کانتیننتال پرو به میدان برآمد. در تالار این رقابت مشتزن مشهور تاجیک را رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که به عرصه ورزش توجه خاصه دارند و دستگیر ورزش تاجیک می باشند از نزدیک تماشا می‌کردند. رقیب دولت بولتایف در این نبرد مهم سولومون ادیبایو از نیگریا بود که 27 ساله بوده در کارنامه کسبیش 14 پیروزی دارد.
چون رقابت برای کمربند قهرمانی بود، هر دو جانب رقابت را با ضربه‌های سنجشی آغاز نمودند. در ادامه دولت بولتاєв چون همیشه در میدان با باوری خاص به خودش نیرو سنجیده حمله ها و ضربه های هدف رستر داشت و توانست در همان دور یکم یک بار رقیبش را به نکداون فرستاد و تالاری با حشمت قصر تنیس و مجموعه ورزش های آبی را به غلغله افکند و فضای فوق العاده هیجان انگیز همه جا را فرا گرفت. پس از چند ثانیه حریف نیگریویش توانست دوباره به پا راست شود، اما در ادامه باز دولت بولتاєv حمله نموده حریف را دوباره از پای درافکند و این بار داور رقابت را متوقف نمود و ناکاوت به ثبت رسید. همین طریق دولت بولتاєv در 2 دقیقه و 8 ثانیه توانست رقیب شکست نخورده‌اش را به شکست روبرو نماید و صاحب کمربند تشکیلات ABA کانتیننتال پرو گردید و طبق وعده راهبر این تشکیلات که گفته بود به آنهایی که قبل از دور پنجم حریفشان را شکست بدهند صاحب خانه استقامتی می‌گردند، به خاطر انجام پیش از مهلت نیروسنجی و آن هم در دور یکم دولت بولتاєv صاحب تحفه خاص نیز گردید که کلید خانه در شهر دوشنبه بود. او پس از این عملکرد عالیش و واکنش پرشور مخلصان در تالار به وجد آمده سخنرانی کرد و وعده بزرگ هم داد. Я также перед вами сейчас обещаю, что может не сегодня, не завтра, но в скором времени тут будет пояс чемпиона мира всемирная. Я вам обещаю. پژوهای ملت ورزشپرور هستند و ما رو به حد نتیجه دستگیری خوب کردن، مکافات‌های بهترین به ما میکنن، شرایط‌های خوب میکنن و پرزیدنت فدراسیای ما میرزاعلیف کامل میرزاعلیف محمد از او رحمت که اونها رو دستگیری میکنن و این مسابقه رو به این درجه میورن و ما در اینجا باید خودم رو نشان دهیم که ما مرجوان تاجیک از دیگر ورزشکارهای دولت از دولت همسایه کمبودی نداریم. ما میتونیم زورتر شویم، میتونیم قوی‌تر شویم، اما ما باید بوی ندیم. ما باید پرچم خودم رو فقط در سطح بلند بینیم، در سطح یکم جا بینیم. این برای ما یک وطن دوستداری است، جوانمردی است که ما باید برویم در جا ناموس مرگ تاجیک رو نشان دهیم. در رقابت نوبتی باز هم ورزشگر تاجیک اکمل اوبایدوف اشتراک نمود و با تیفور علیف میدانداری کرد. تیفور علیف 27 ساله از آذربایجان در کارنامه کسبیش 2 پیروزی داشته جایزه دار بازی‌های اروپایی و بازی‌های اسلامی و اشتراکچی بازی‌های المپی توکیو می باشد. اکمل اوبایدوف 24 ساله هم 4 پیروزی در چارچوب این تشکیلات داشته غالب چمپیونات آسیا در سال 2024 نیز محسوب می شود. نبرد 2 مشت زن این بار نه برای کمربند قهرمانی بلکه برای امتیازهای رده‌بندی این تشکیلات صورت گرفت. هر دو ورزشگر مشت زنان امیدبخش کشورهای خود محسوب شده چست و چالاک و پرحرکت بودند. در هر صورت در این رقابت سخت و سنگین اکمل اوبایدوف تاجیک هدف رستر بود و ضربه هایش نسبتاً دقیق تر. در نهایت پس از 6 دور نیروسنجی مشتزن تاجیک اکمل اوبایدوف توانست با حکم یکدلانه داوران به پیروزی نائل گردد. به حساب شکر میکنیم که غالبیت رو به دست آوردیم. رقیب خیلی رقیب پرقوت بود. پایس داشت WBO بین یوروپی‌ها 2-0 رکورد داشت. 4 رقابت خود را در این ارگانیزاسیون ABA گذراندم. هر چهارش رو پیروزی آوردم. مردم تاجیک بهترین مخلصی میکنن. مینداری خود را به هر یک آنها میرسونم. نقشه‌های آینده کمربند رو به دست آوردن. در پیش ما را نیروسنجی مرکزی شام باکس دوشنبه انتظار بود که در آن بهادر عثمانوف مشتزن نامی تاجیک برای دفاع از کمربند قهرمانی با موفق کریستوفر از شویتزاریا که زاده کمیرون است باید نبرد میکرد. قبل از این نبرد ما نظر مربی کریستوفر موفق را در خصوص این نیروسنجی پرسان شدیم. It will be very interesting
because we have two boxes. رقابتی جالب خواهد بود چون دو مشتزنی بسیار خوب به میدان میبرند که یکی از تاجیکستان و دیگری از شویتزاریا هستند. البته موافق زاده کامرون است. هر دو هم قوی‌اند. این کاری ما است و من فکر میکنم در میدان ما هنگامه میسازیم. از دو مشتزن خوب ما همیشه انتظاری هنگامه هستیم. البته میدان نشان میدهد که چی کسی بهتر است. همینطور نیروسنجی مرکزی شام باکس دوشنبه نیز فرا رسید. هم جانب شویتزاریا و هم جانب تاجیکستان از این دیدار مرکزی انتظاری های زیاد داشتند. موفق کریستوفر 29 ساله در کارنامه کسبیش 11 غلبه با 6 نوکاوت داشته همگی یک بار شکست خورده است و صاحب کمربندی قهرمانی WBO گلوبال در وزن سبک می باشد. رقیب او بهادر تاجی که 27 ساله است برای دفاع از کمربندی قهرمانیش در تشکیلات ABA کانتیننتال پرو به میدان برآمده در کارنامه کسبیش 10 پیروزی دارد. قهرمانی آسیا و جایزه‌دار قهرمانی جهان در باکس هوسکاران در وزن سبک نیز می باشد. رقابت این دو ورزشگر انتظار می رفت بسیار سخت و سنگین سپری شود، زیرا هر دو مشتزن صاحب جایزه و صاحب تجربه دانسته می شود. این واقعیت از مشتزنی جانب‌ها در داخل میدان مشاهده می گردید و با اینکه داوطلب اساسی بهادر عثمانوف محسوب می شد، اما کریستوفر موفق در هر دور می خواست به قول مربیش سورپریز را پیشکش مخلصان کند. همچنانی که در آغاز ابراز داشتیم، ورزشگران نامدار تاجیک نه تنها در فتح قله های بلند هستند، بلکه مخلصان اشدی ورزش تاجیک نیز می باشند. یک جای نشستش را نمی یابد و موضوع ناچاری و که خود از همین رشته مشتزنی است در آغاز شام باکس به ما چنین گفته بود. خب ببینید امروز شام باکس است. دل به تپش نمی بیاد که من هم برام در میدان چند مشتک بزنم. راست گپ ما امون روزی که جنبش کردیم کوشش کردیم که شاگردای ما با موضوع نشود. برای همین هر یک لحظه این احساسات است، این را از ما برآورده نمی شود، ولی کوشش میکنیم که خود را داریم. اما با این همه خود را نگاه داشتنها گویا با مشتزن تاجیک در میدان بود و مشتهایش بیقرار بودند. اما اگر به رقابت برگردیم، در هر صورت تجربه عثمانوف نیز از خود درک میداد و از حمله های حساب شده موفق فرار کرده ضد حمله های هدفرس داشت. اکثر کارشناسان بر این عقیده بودند که نبرد این دو مشتزنی چست و چالاک احتمالاً تا 10 دور پر را ادامه خواهد داشت. موفق از قدرت بالای جسمانی و تحمل و صبر خاص برخوردار بود و مقاومت شدید هم نشان میداد. اما در هر صورت بهادر عثمانوف راه پیدا کرد و ضربه هایش بیشتر به هدف رسیدند. دو مشتزن تا آخرین ثانیه توانا نیرو سنجیده در نهایت 3 داوری میدان پیروزی را نصیب بهادر عثمانوف دانستند و او از عنوان قهرمانیش در تشکیلات ABA کانتیننتال پرو دفاع نمود. ABA Pro Intercontinental Block Conference بهادر بله به حد رقیب پرقوت بود. ما با همراه مربی هم دیدیم باکسش رو دیدیم و مقصد گذاشتیم که 10 راوند ما باید با این رقابت کنیم. برای مخلصا برای هم رحمت میگویم وقتی که چون که به هم معلوم بود وقتی که فامیلای ما رو گرفتند زال خیال میکنم که یکون کس خواب نیستود، هم مخلصی کردن به نهایت شاد شدم. خیلی به هم معلوم بود رقیب پرقوت بود. چند قیتون نیستم حرکت کردم کار کردم و دفعه دیگر خوشروتر تیاری میبینیم که باکسی نقص شدیم برای مخلصا که حلاوت برن. یکمین رحمت به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، رحمت به رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی، رحمت به فدراسیون باکس جمهوری تاجیکستان کامیل میرزاعلی که خیلی باکس خیلی به هم معلوم است خیلی پیش رفت. اولین سفرم به تاجیکستان است. این کشور و مردمانش رو دوست داشتم، زیرا انرژی که اینجا است ما را قوت میبخشد. و خصوص فضای این تالار بسیار عالی است. با اینکه رقیب من از همین کشور بود و مخلصان همه طرفدار او بودند، ولی بعد از نیروسنجی آمده از من نیز دلبرداری کرده مرا مشتزن خوب نامیدند.
усмонов мушзани бисёр хуб аст. мо инро медонистем ва ману дастам хабар доштем ки нерӯсанҷӣ душвор хоҳад буд. ва умуман худи ман ҳам нерӯсанҷиҳои осонро намеписандам. усмонов ҳам мушзани қавӣ аст ва ташаккур ба усмонов барои ин нерӯсанҷӣ. Usmanov. Yes, I want to say thank you for my guy. I know he's a very, very good fighter. با اینکه هر سه کمربند قهرمانی ABA کانتیننتال پرو صاحبان خود را پیدا کردند، شام باکس دوشنبه همچنان ادامه داشت. زیرا در پیش دو نروسنجی برای کسب امتیازهای رده‌بندی بود که در هر دوی آنها مشتزنان امیدبخش تاجیک اشتراک می‌کردند. از جمله یگانه نیروسنجی که با حساب مساوی به انجام رسید میان مشتزن تاجیک دمیر مویبلیخانوف از تاجیکستان و گیورگی کپانادزه از گرجستان بود. این رقابت در 4 دور صورت گرفته. مشتزن گرجی 26 ساله بوده، یگانه رقابت کسبیش را با غلبه از طریق نکاوت به انجام رسانیده است و چندین بار قهرمان گرجستان در مشتزنی غیر کسبی می باشد. دمیر تاجیک باشد همگی 19 ساله است و یکمین بار به میدان مشتزنی کسبی می براید. البته قهرمان تاجیکستان و جایزه‌دار چمپیونات آسیا میان مشتزنان 22 ساله‌ای هوسکار نیز می باشد. دو مشتزن با همدیگر هم سطح به نظر می رسیدند و در نهایت هر سه داوران امتیازهای برابر به هر دو جانب دادند و رقابت با حسابی 38 بر 38 به انجام رسید. لازم به ذکر است مویبلیخانوف دمیر هنوز جوان است و مساوی در یکمین برآمدش به میدانهای کسبی مشتزنی، آن هم در مقابل مشتزنی صاحب تجربه گرجی، عمل کرده چندان بده نیست. این شام باکس را رقابت به انجام رسانید که در آن باز هم مشتزنی امیدبخش از تاجیکستان نیروسنجی عبدالعزیز عبدوپتایف از ازبکستان رقیب مشتزنی تاجیک شد. عبدوپتایف 25 ساله در 3 محاربه کسبی مشتزنی 3 بار حریف را به نکاوت شکست داده است. او قهرمان ازبکستان و قهرمان آسیا میان تا 22 ساله ها از اندیجان همسایه کشور می باشد. نیکروز سلاموی تاجیک هم 25 ساله بوده، در باکس کسبی همگی یک پیروزی و یک مساوی دارد. البته او هم قهرمان تاجیکستان بوده، فینالیست چمپیونات آسیا میان تا 22 ساله ها در میان مشتزنان غیر کسبی می باشد. هر دو جانب 4 دور رقابت را با حمله و ضد حمله ها سپری نمودند و محاربه فعال داشتند. اما در نهایت با حکم یک دلانه داوران واخوری نهایتاً شام باکس دوشنبه با پیروزی مشتزنی آینده‌دار تاجیک به انجام رسید. همان طوری که نیکروز ابراز داشت، این شام باکس برای مشتزنان تاجیک با برار به انجام رسید. سلام علیکم با همه. مسابقه خیلی در سطح بین المللی در سطح عالی گذشت. مشتزنان از تمام دنیا امروز به دوشنبه به تاجیکستان آمده بودند و هم من شدم که همه بوکسچیان تاجیک امروز غلبه رو به دست آوردند و من این شام باکس را به غلبه به انجام رساندم. و همان طوری که انتظار می رفت برای مخلصان ورزش کشور و برای مهمانانی که از خارج به اینجا آمده بودند، شام باکس دوشنبه به جشن ورزشی تبدیل شد که هم کارشناسان و هم مخلصانی حاضر در این تالار باشکوه از سطح و صفت مسابقه بسیار توصیف کردند و مخلصان ورزش تاجیک را تحسین گفتند. من همین روز اگر که شما همتون نگاه کرده بودیتون شام باکس چطور گذشت تو پنجم بار بچه‌ای که ای طرف تاجیکستان برآمد کردن همشون خوب برآمد کردن. نتیجه‌ای که نشان دادن این میزانرودنی اوراین میگویند. حاضر ای شام باکس با شام باکس техникой тактической подготовкой бачо зуртар шуда истудааст. Агар ки чанд бисёр ҳамин мусобиқаро Тоҷикистон ба гузаронанд, бачаҳои ёш иштирок кунанд, бо таҷриба мешавад барои якум барои худи боксёр, дуюм барои муаллимое ки ёрдам метиҳанд барои тайёрӣ дидан. شام باکس امروزه بخوای عالی قطعی گذاشت. رحمت برای همه آدمایی که همین مسابقه را گذراندند
иштирок кардан, нигоҳ кардан, дидам ки Тоҷикистон пеш марафта истодааст дар варзиши бокс. Замечательный вечер бокса, отличная арена, отличные боксеры. В солнечном Таджикистане, красивый город Душанбе, организаторы молодцы, боксеры молодцы. Все классно. Вам понравилось, да? Нам очень. А как вам? Мне тоже очень понравилось. Очень удивительно, что Таджикистан взял столько побед. Вот от чистого сердца вам Хорошие пацаны. хорошего бокса, Хорошие. хороших побед дальнейших, точнее. В различных Вот, и турнирах, на всего международной хорошего арене в том числе. вообще для страны. Нам очень нравится Таджикистан. Ну вот этот вечер бокса, это, конечно же, не первый вечер бокса вообще в Таджикистане, в Душанбе. И, конечно же, IBA Pro, созданная не так давно организация, которая профессиональные поединки проводит под эгидой Международной ассоциации бокса. И от раза к разу турниры все ярче, все круче, файт-карта насыщена вообще противостояниями, конкурентными, и это очень важно. Вот сегодня, посмотрите, из 7 поединков только один закончился досрочно. Все остальные прошли весь регламент, заведенный на них. А атмосфера вообще несравнима, потому что таких горячих болельщиков, как в Таджикистане, нет ни в одной точке мира, потому что я за 25 лет объездил очень много стран. Нигде таких жарких болельщиков, которые разбираются в боксе, не найдешь. Только Таджикистан. Таджикистан, Бапеш! ҳамин тавр боз як шоми дигар дар шаҳри Душанбе сипарӣ шуд. аммо ин шом шоми бокси тоҷик буд гӯем ҳам хато намекунем. зеро натиҷаи шоми бокс дар Душанбе як шоми дидании варзишӣ, ду камарбанди қаҳрамонӣ, ду пирӯзии варзишгарони умедбахш ва як мусовии муштзанони тоҷик аст. яъне шоми пур аз пирӯзиву бешикасти арсаи муштзании тоҷик буд. شامی که هیچگاه از یاد مخلصان تاجیک نمی رود. زیرا شام قهرمانی مشزنان تاجیک بود و برای نونهالان ورزش تاجیک انگیزه خوب برای دستیابی به آرزوهایشان محسوب می شود. دوشنبه یک بار دیگر اثبات کرد که می تواند با شکوه‌ترین مسابقه‌های ورزشی را میزبانی و در سطح جهانی برگزار نماید و معرفگران ملت پرچم وطنی خود را بالا بردارند.